سلام به کانال تایم دانستنی خیلی خوش اومدین. امروز اومدم با یه ویدیوی خیلی خفن. اگه زیاد اهل فضای مجازی باشید و اکسپلور گردی کرده باشین توی اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک، احتمالاً به گوشتون خورده. شاید برای اولین بار اینجا میشنوید. ویدیوی امروز در مورد فروش باد معده است. بله درست شنیدید، فروش باد معده، یا به اصطلاح دور از ادب نباشه همون گوز خودمون. یه خانم مشهوری به نام استیفانی ماتو که متولد 1990 میلادی اهل دربی از ایالت کنتیکت آمریکاست، با یه برنامه رئالی شوی 90 روزه مشهور شده. ماتو توی محاسبه‌ای که انجام داده گفته سال‌هاست که درخواست‌های زیادی توی تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب هم دریافت می‌کنم که فقط می‌خوان باد معده من رو بکنم و من همیشه فکر می‌کردم که این یه شوخیه و هیچ وقت جدی نمی‌گرفتم و گفتم دارن منو دست میندازن. ولی یه روز به راه‌های مختلف پول درآوردن و افزایش درآمدم با پلتفرم یوتیوب و اینستاگرام و تیک تاک هم فکر کردم و تصمیم گرفتم که در واقع این کار رو انجام بدم. برای شروع کارش چند تا ظرف شیشه رو با باد معده‌اش پر میکنه و اونها رو به قیمت $500 گذاشت که هفته اول به فروش رسون و بعد که میبینه تقاضا زیاده تصمیم گرفت که قیمت $1000 به فروش برسونه. بعدها ایده جدیدی به ذهنش رسید. اومد از گلبرگ‌های پارچه‌ای استفاده کرد. گلبرگ‌های پارچه‌ای رو به باد معده‌ای که از شکمش خارج میشه رو توی شیشه میندازه و میگه این گلبرگ‌ها باد معده رو حفظ میکنن و باعث موندگاری بیشتری میشه و در به اون شیشه رو مهربون میکنه و نوار چسب میزنه و همراه با یه یادداشت اون شیشه رو ارسال میکنه. ماتو میگه برای تولید باد معده، برای صابونه مقدار لوبیای سیاه، کلوچه پروتئینی، میوه جادویی، تخم مرغ آبپز، سوپ کلم و غذایی که بیشتر تولید گاز در معده میکنن رو باید مصرف کنن. فقط در یک هفته نزدیک به $50,000 شیشه باد معده فروخته و ادعا میکنه توی پلتفرم های تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب درخواست های زیادی رو دریافت میکنه که برای خرید لباسدیر و آب حموم و موی بدن خیلی درخواست های عجیب و غریب دیگه ازش دارن. از نظر ماتو این کار یه کار سرگرم کننده و عجیب و غریب و فوق العاده شغل خوب و مثل یک کالای جدید برای فروش هستش. حتی ماتو باد معده فروش خودش رو اومده به صورت آثار دیجیتالی هم به فروش رسونده. با استفاده از بلاکچین و NFT به خریداران خدمت رسانی میکنه و ماهیانه $200,000 درآمد داشته تا اینکه به دلیل فشار بیش از حد به خودش برای پر کردن شیشه ها با باد معده حالش بد میشه و راهی بیمارستان میشه. بعد از راهی شدن ماتو به بیمارستان و کنار گذاشتن فروش باد معده‌اش تصمیم به کارهای عجیب و غریب دیگه‌ای گرفته، مثل فروختن ترشح عرق بدنش و پینه‌های پاشنه‌های پا و خیلی چیزهای دیگه که باعث حالت تهوع آدم میشه. اکثر طرفدارای ماتو اهل ایالات متحده و کانادا و هند و جمهوری چک هستند که حاضرن هزینه‌های بابت فروش باد معده و چیزهای دیگه اون بپردازن. خب هنوزم بگید کار نیست. اینم یه نوع کار دیگه، دست به کارشین دیگه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد منو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو فعال کنید که هر وقت ویدیو گذاشتم شما ببینید. مرسی که تا اینتا همراه من بودید. بدرود.